خداوند یکتا، خدای قدوس، خدای ازلی و خدای محبت، سپاس بر نام مقدست باد که این روز را به زندگی ما اضافه کرده ای تا درباره محبت و رحمت و فیض تو تفکر و تعمق کنیم و با توبه کردن از گناهانمان و به سوی تو روی آوردن فیض و بخشش تو را نصیب خود ساخته و نور تو بر ما تابان شود. شکرت میکنیم ای خداوند، شکرت میکنیم ای خداوند، شکرت میکنیم ای مسیح زنده. صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی کتاب استر، 17مین قسمت از تورات مقدس. حقجویان عزیز، ایمانداران و برادران و خواهران گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و شما رو در فیض و عنایات خودش نگاه بداره و دعا میکنم که در این ساعت قلب‌های خود را بگشایید تا صدای خدا در وجودتون شنیده بشه و از او فیض ببرید. آنانی که قلباً خدا را در زندگی خود دوست می‌دارند، آنانی که خود را به خدا تعلق می‌دانند و زندگی خود را به او تقدیم کرده و از اوامرش پیروی می‌کنند، می‌دانند که همه چیزها در این عالم برای خیریتشون با هم در کار میباشند و خداوند نه فقط پشتیبان و یار و یاورشونه، بلکه همیشه با آنهاست و هر وقت خطر و یا حمله‌ای از جانب اهریمن پیش میآید آن را به طریقی از بین برده و بندگانش را حفظ می‌کند. و به قول حضرت داوود، خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتهای سبز مرا میخواباند و نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند. جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم میکند. انجیل مقدس میگوید زیرا به جهت آنان که خدا را دوست می‌دارند و بر حسب اراده او رفتار می‌کنند، همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کار میباشند. و در مطالعه کتاب استر این حقیقت الهی به خوبی آشکار میشه. اگرچه در کتاب استر حتی اسمی از نام خدا به کار برده نمیشه و یافت نمیشه و چیزی هم درباره شریعت خدا گفته نمیشود، ولی وقتی میبینیم که مردخای حاضر نمیشه به خاطر اعتقاد و ایمانش در برابر نخست وزیر هخامنشی یعنی هامان سجده کنه و وقتی به خاطر این کار گرفتار مشکلات و مورد نفرت نخست وزیر میشه و سرانجام حکم مرگش رو میبینه، خداوند از طریق پنهان بدون اینکه کسی متوجه آن بشود با به وجود آوردن حوادث مختلف در کنار هم جان آنانی که از کلامش اطاعت کرده و در برابر انسان سجده ننمودند را نجات میدهد. تاریخ استر که بخشی از تاریخ پر افتخار کشور ما نیز محسوب میشه، سرگذشت قدرت خدا در زندگی آنان که از روی برگردانیده ولی هنوز ترس او را در قلب خود دارند میباشند. از یک سو سرگذشت غرور آمیز اخشورش پادشاه هخامنشی که چگونه با قدرت عظیم خود بر دنیای آن زمان حکومت میکرد و از سوی دیگر سرگذشت دختر یتیم و غریبی است که خدا یکتا او را برمیگزیند تا به مقام ملکه در شهر شوش دانیال برسه و از این مقامش نه برای سوء استفاده و مقاصد شخصی خود بلکه برای نجات قوم عظیم یهود که در آن زمان تنها ملت یکتاپرست بودند به کار برده و آنها را نجات بدهد. در برنامه گذشته درباره استر ملکه و همچنین مردخای که عموی استر بود و هامان که نخست وزیر اخشورش بود و پادشاه هخامنشی مطالب بسیاری رو به عرضتون رسانیدیم و دیدیم که هامان به خاطر غروری که داشت چگونه تحقیر میشه و الان مورد خشم و غضب پادشاه قرار میگیرد. مردی که عزیز پادشاه بود و پادشاه با تمام وجود به او اعتماد میکرد اکنون سبب خشم و نفرت پادشاه شده است. هامان که یکی از وزیران اخشورش پادشاه بود، برای اینکه از شر مردخای یهودی که حاضر نبود در برابر او سجده کند موفق شده بود
از پادشاه حکمی بگیره تا هم مردخای و هم همه قوم یهود را در ماه 12 روز 13 از آذر ماه به قتل برسونه. هامان به پادشاه نگفته بود که یهودی ها را میخواد بکشه، بلکه گفته بود قومی که به ضد شاه هستند و عامل تحریکات داخلی هستند رو بهتر نابود کنه. و چون پادشاه به هامان وزیر اعتماد کامل داشت، این اجازه را به او داده بود، غافل از اینکه استر ملکه که محبوب پادشاه بود نیز یهودی بود و در حقیقت عموزاده مردخای بود. منتها کسی از این امر اطلاع نداشت. کسی نمیدانست که استر یهودی می باشه. ولی وقتی استر خبردار میشه که عمویش مردخای و همه قوم یهود و حتی خودش محکوم به مرگ شده است، روزه‌دار میشه و با به خطر انداختن جانش پیش پادشاه میره و او و هامان وزیر رو دعوت میکنه که به قصر او بیان تا در ضیافتی که مهیا کرده است شرکت بجویند و سر فرصت از پادشاه تمنا کند که از این حکم بگذرد. در ضیافت اول به پادشاه به اصطلاح خوش میگذره و پادشاه از استر ملکه میپرسه که خواست تو چیه؟ تمنای تو چیه؟ چه چیزی تو را نگران کرده و یا چه چیزی میخوای برات انجام بدهم؟ اما استر تمنای خود را بازگو نمیکنه. در عوض از پادشاه میگوید که اگر مورد لطف او قرار گرفته فردا شب هم برای ضیافت شام بیاد، آن وقت راز دلش را به پادشاه خواهد گفت و پادشاه قبول میکنه، زیرا استر ملکه را دوست داشت. و روز بعد همراه هامان وزیر به منزل میره تا در ضیافت شام استر شرکت کنند. پس از صرف شام و در حین صرف شراب، پادشاه میگوید ای استر، چه درخواستی داری؟ حتی اگر نصف مملکت را بخواهی به تو میدهم. درد تو چیه؟ من با جان و دل تو را یاری خواهم داد. و استر میگوید ای پادشاه اخشورش، اگر در نظر تو التفات یافته باشم و اگر پادشاه را پسند آید، جان من به مسئول من و قوم من به درخواست من بخشیده شود، زیرا که من و قومم فروخته شدیم که هلاک و نابود و تلف شویم. و اگر ای پادشاه به غلامی و یا کنیزی فروخته می شدیم، سکوت می نمودم، با آنکه مصیبت ما نسبت به ضرر پادشاه هیچ است. آنگاه اخشورش پادشاه استر را خطاب کرد، گفت کیست و کجاست که جسارت نموده چنین عملی را بر تو بنماید؟ استر گفت عدو و دشمن همین هامان شریر است. آنگاه هامان در حضور پادشاه و ملکه به لرزه درآمد و پادشاه غضبناک شد، از مجلس برخاسته به باغ قصر رفت. و چون هامان دید که بلا از جانب پادشاه برایش مهیا شده، برپا شده تا نزد استر ملکه برای جان خود تضرع نماید. یعنی هامان پیش پای استر به زمین میفته و استر هم روی پلوی تختش بود، میفته گریه میکنه که استر او رو ببخشه. ولی در این اثنا پادشاه وارد قصر میشه و میبینه که هامان بر بستری که استر بر آن افتاده بود افتاده. پس پادشاه میگه آیا ملکه را نیز به حضور من در خانه بی اسمت میکنی؟ هنوز سخن بر زبان پادشاه بود که روی هامان را پوشانیدن. آنگاه هربونا یکی از خواجه سرایان که در حضور پادشاه بود گفت اینک دار 50 ذراعی نیز که هامان آن را برای مردخای ساخته بود، برای مردخای که آن سخن نیکو را به پادشاه گفته بود مهیا نموده، در خانه‌اش حاضر کرده است. پادشاه فرمود که او را بر آن مصلوب سازند. پس هامان بر داری که برای مردخای مهیا کرده بود مصلوب ساختند و غضب پادشاه فرو نشست. دوستان عزیز، این واقعه نیز در تاریخ کشورمون که در روح کوه بیستون در لوح‌های سنگی نوشته شده است امروز میتوان یافت. داستانی است که نشون میده چگونه خدای یکتا هر حرکت و جزئیات زندگی انسانها را در هر کجای این عالم هستند در نظر داره و اجازه میدهد که استر یتیم و غریب به مقامی برسد که وسیله‌ای برای نجات قوم خود شده جلوی کشتار غیر انسانی و ظالمانه را بگیره. وقتی هامان مغرور دید که پادشاه از عملش خشمناک شده، میره در پای تخت استر زانو میزنه و از استر تمنای بخشش میکنه. بعد پادشاه پس از مدتی از حیات وارد خونه میشه و میبینه که هامان به اتاق خواب استر رفته است. غضبش بیشتر افروخته میشه. چرا؟ زیرا میبیند هامان نه فقط قصد قتل همسر عزیزش داشته، بلکه الان وارد اتاق خواب ملکه شده. پس پادشاه به شدت غضبناک میشه و میگوید که ای نامرهم، چرا به منزل همسر من وارد شدی؟ تو از یک سو قصد داشتی او رو بکشی و حالا وارد خونه او شدی؟ هامان مغرور که داری رو برای مردخای، آن هم مردخای بیگناه درست کرده بود، خود گرفتار غرورش میشه
و به امر پادشاه خودش روی آن مصلوب میشه و استر موفق میشه در نظر پادشاه تجدید نظر کنه، نظر پادشاه را جلب کنه. اما چون فرمان پادشاه صادر شده بود، هنوز خطر مرگ برای خودش و قومش وجود داشت و پادشاه میبایستی فرمان دیگری صادر کنه تا آن دستور قبلی باطل بشه. دستوری که هامان نوشته بود ولی مهر پادشاه بر آن نهاده بود و هیچ کس نمیتونست آن را باطل کنه مگر اینکه پادشاه مجددا دستوری بنویسه و آن را مهر بزند. و البته این کار آسانی نبود، زیرا در این زمان اخشورش پادشاه بر 127 مملکت حکمرانی میکرد و میبایست این حکم را به همه زبانها ترجمه کنند و بعد به قاصدان بدن تا به تمام نقاط عالم آن زمان که تحت سلطه هخامنشیان بودند برسونند. اولین کاری که پادشاه میکنه اینه که مردخای را به جای هامان به عنوان وزیر شایسته خود انتخاب میکنه و انگشتر شاهانه خود را که نشان صاحب اختیار و قدرت از جانب پادشاه است را به او میدهد. فراموش نکنید که همون یک روز قبل بود که پادشاه متوجه شد مردخای جان او را نیز قبلا از مرگ نجات داده بود. بنابراین خیلی راحت میتونست به مردخای اعتماد کنه، چون که عملا مردخای جان پادشاه را نجات داده بود و این هم سبب شد که پادشاه مقام هامان را به مردخای بدهد. از آیه اول فصل 8 از کتاب استر براتون دنبال آیات رو میخونم. میگوید و در آن روز اخشورش پادشاه خانه هامان دشمن یهود را به استر ملکه ارزانی داد و مردخای در حضور پادشاه داخل شد، زیرا که استر او را از نسبتی که با وی داشت خبر داده بود و پادشاه انگشتر خود را که از هامان گرفته بود بیرون کرد به مردخای داد و استر مردخای را بر خانه هامان گماشت. ببینید دوستان عزیز، این اولین بار بود که استر به پادشاه میگه که ای پادشاه، مردخای قوم خیش منه، عموی منه و حتی به جای پدر من بوده. این مردخای بوده که مرا بزرگ کرده است. پس پادشاه انگشتر خود رو که نشان قدرت و نمایندگی او بود رو به مردخای میده، زیرا این مردخای بود که همونطوری که گفتم زندگی پادشاه را قبلا از مرگ نجات داده بود و مردخای مسئولیت خانه هامان رو به عهده میگیره، زیرا پادشاه خونه رو به استر میبخشه و استر به مردخای میده و حالا مردخای در خانه هامان زندگی میکرد. از آیه 3 براتون میخونم. میگوید و استر بار دیگر به اخشورش پادشاه عرض کرد و نزد پاهای او افتاد بگریست و از او التماس نمود که شر هامان و تدبیری را که برای یهودیان کرده بود باطل سازد. ببینید هنوز کار مرگ یهودیا از بین نرفته بود. استر میره دوباره پلوی پادشاه، در برابر پادشاه زانو میزنه و گریه میکنه، التماس میکنه که ای پادشاه اگر ممکنه این فرمان را برگردان. پس پادشاه چوگان طلا را به سوی استر دراز میکنه و استر برخاسته به حضور پادشاه ایستاد و گفت اگر پادشاه را پسند آید و من در حضور التفات یافته باشم و پادشاه این امر را صواب ببیند و اگر من منظور نظر او باشم، مکتوبی نوشته شود که آن مراسله را که هامان ابن همتای تدبیر کرده بود و آنها را برای هلاکت یهودیانی که در همه ولایت‌های پادشاه میباشند نوشته شده است باطل سازد. زیرا که من بلایی را که بر قومم واقع میشوم چگونه توانم دید و هلاکت خیشان خود را چگونه توانم نگریست. آنگاه اخشورش پادشاه به استر ملکه و مردخای یهودی فرمود اینک خانه هامان را به استر بخشیدم و او را به سبب دست درازی بر یهودیان به دار کشیدند و شما آنچه را که در نظرتون پسند آید به اسم پادشاه به یهودیان بنویسید و آن را به مهر پادشاه مختوم سازید، زیرا هرچه به اسم پادشاه نوشته شود و به مهر پادشاه مختوم گردد کسی نمیتواند آن را تبدیل سازد. پس در آن ساعت در روز 23 ماه سوم که ماه سیوان باشد کاتبان پادشاه را احضار کردند و موافق هر آنچه مردخای امر فرموده بود به یهودیان و امیران و والیان و رؤسای ولایت‌ها، یعنی 127 ولایت که از هند تا حبش بود نوشتند. به هر ولایت موافق خط آن و به هر قوم موافق زبان آن و به یهودیان موافق خط و زبان ایشان، و مکتوب را به اسم پادشاه اخشورش نوشت و به مهر پادشاه مختوم ساخته آنها را به دست چاپاران سپرد و فرستاد و ایشان بر اسبان تازی که مختص خدمت پادشاه و کرهای مادی ها بودند سوار شدند و در آنها پادشاه به یهودیانی که در همه شهرها بودند اجازت داد که
جمع شده به جهت جانهای خود مقاومت نمایند و تمامی قوت قومها را و ولایتها را که قصد آزار و اذیت ایشان می داشتند با اطفال و زنان ایشان هلاک سازند و تلف ننمایند و اموال ایشان را تاراج کنند. دوستان، قانونی که هامان صادر کرده بود هنوز پابرجا بود، مگر اینکه قانون جدیدی صادر میشد و جای آن را می گرفت و این درست درخواستی بود که استر ملکه حالا از پادشاه تمنا میکنه که انجام بدهد. پس بنا به فرمان پادشاه حکم جدیدی صادر میشه، ولی این حکم را این بار خود مردخای یهودی می‌نویسه. یعنی همون کسی قرار بود کشته بشه حالا آنچنان مقامی یافته که نامه می‌نویسه و یا حکم را صادر میکنه و به جای پادشاه امضا میکند. در این حکم نه فقط دستور قبلی رو باطل میساخت، بلکه حتی آمده بود که آنانی که ضد یهود بودن رو محکوم کنید و بدین وسیله یهودیان درست همانند زمان کوروش کبیر برای اولین بار دوباره در صلح و صفا و آرامی زندگی خود را آغاز کنند و از دست دشمنان خلاصی یابند. از آیه 12 براتون میخونم. میگوید در یک روز، یعنی در 13 ماه 12 که ماه آذر باشد، در همه ولایت ها را اخشورش پادشاه که بر آن حکومت میکرد و تا این حکم در همه ولایت ها رسانیده شود، سوادهای مکتوب به همه قوم ها اعلان شد که در همان روز یهودیان مستعد باشند تا از دشمنان خود انتقام بگیرند. ببینید، وقتی که حکمی که هامان نوشته بود به سراسر ایران آن زمان میره و کشورها و ولایت‌های مختلف میرسه، گروهی جمع میشن به امید اینکه در چنین روزی که شاه امر کرده است بگیرن یهودی‌ها را بکشن و مال و اموالشون رو غارت کنن. حالا نامه فرستاده میشه که ای یهودیا، بدانید که خداوند با شماست و پادشاه هم با شماست. اگر کسایی بودن که قصد داشتن شما را بکشن، شما مستعد باشید، بیدار باشید، آماده باشید که مبادا این کار را بکنن، بلکه بدانید قانون با شماست، پادشاه پشتیبان شماست. آن حکم اول باطل شده و حالا اگر کسی خواست به شما آزار برسونه، شما حق دارید آنها رو نابود کنید و انتقام بگیرید. وقتی که این حکم نوشته شد و مردخای با مهر انگشتر شاه اونها را مهر میزنه و به سراسر ولایت ها میفرسته، چاپاران بر اسب تازی که مختص خدمت شاه بودن روانه میشن و حکم پادشاه را که مردخای نوشته بود با شتاب فراوان به تمام ولایت های اخشورش میبرند. میگه حکم پادشاه شتابانیده به تعجیل روانه ساختن و حکم هم در دارالسلطنه شوشن نافذ شد و مردخای از حضور پادشاه با لباس ملوکانه لاجوردی و سفید و تاج بزرگ و زرین و ردای کتان نازک ارغوانی بیرون رفت و شهر شوش شادی و وجد نمودند. ببینید، لحظه پیش مردخای لباس کثیف و مندرس و پاره پاره به تن کرده بود، خاکستر بر سر ریخته بود، چرا؟ چون ماتم گرفته بود که خدایا به خاطر اعتقاد به تو اکنون دارم کشته میشم، نه من بلکه همه قوم یهود. ولی ببینید خداوند چه معجزه‌ای میکنه که در یک روز آن لباس مندرس، آن حالت ماتم زدگی، آن خاکستر به سر عوض میشه و به مقام نخست وزیری میرسه و لباس ملوکانه لاجوردی سفید و تاج بزرگ بر سر میگذارد. خداوند آنان که به او ایمان دارند رو یاری میده و برکت میده و حفظ میکنه، همونطوری که برای مردخای و استر کرد. میگه مردم شروع به شادی کردن، شهر شوش شادی و وجد نمودن و برای یهودیان روشنی و شادی و سرور و حرمت پدید آمد. خیلی جالبه، یهودیانی که چند لحظه پیش احساس مرگ میکردن حالا میبینن که شادن، خوشحالن و مردم آنها رو احترام میگذارن. میگه و در همه ولایت‌ها و جمعی شهرها، در هر جایی که حکم و فرمان پادشاه رسید، مردم برای یهودیان شادمانی و سرور و بزم و خوشی آوردند و بسیاری از قوم‌های زمین نیز به دین یهود گرویدند، زیرا که ترس یهودی‌ها بر ایشان مستولی گردیده بود. دوستان عزیز، در آیاتی که خدمتتون خواندم نه فقط وقایع تاریخی که در کشورمون رخ داده است رو بازگو میکنه، بلکه دست خدا رو در زندگی مردم یهود و حفاظت از آنان را نیز میبینیم که فعالیت میکنه و عامل نجات و حفظ جانهای آنها میشه. مردخای تا چندی پیش با لباس دریده و در خاکستر نشسته در حال ماتم و زاری بود. او مرگ خود و همیهنانش را در کنار چشمای خودش میدید، میدونست که به زودی کشته میشه، میدونست که هیچ نیرویی قادر نیست او را از مرگ برهانه. اما آیا او که از خدا گریزان بود
و اطاعت خدا را کاملا به جا نیاورده بود مورد لطف خدا قرار میگیره؟ آیا عنایت خداوند بر او و قومش که چه بسا دانسته خدا را ترک کرده بودند جاری میشه؟ بدون شک مردخای در دعاها و روزهایش با خداوند بارها راز و نیاز کرده بود و از او تمنای کمک کرده، زیرا دلیل صادر شدن حکم مرگ یهودیان چه بود؟ این بود که این مردخای حاضر نشده بود در برابر هامان سجده کند. چرا او حاضر نشده بود؟ چون مردخای ده فرمان خدا را بیاد داشت. او می‌دانست که خدای نادیده به او امر کرده است که در برابر هیچ چیز و هیچ کسی جز خدا نباید سجده کند. مردخای می‌دانست که اگر از فرمان پادشاه، یعنی مبنی بر سجده کردن هامان، سر بزند، مرگ سراغش خواهد آمد. ولی حاضر شد که مرگ را به جان پذیرا شود، در عوض از فرمان خدا سرباز نزند. چرا؟ چون او می‌دانست که خدای حقیقی مواظب آنهاست و می‌دانست که باید به خدا حساب پس بده. برای همینه که حاضر میشه به خاطر ایمانش با مرگ روبرو بشه. اما برای او زمان این سال پیش آمده بود که آیا آن خدا یکتا اکنون و در چنین موقعیت حساس او را یاری خواهد داد یا نه؟ دوستان عزیز، باید بپذیریم که خداوند به فریاد آنان رسید و مردخای را به خاطر ایمانش کمک کرد و نه فقط از مرگ رهانید، بلکه او را به مقامی بسیار شامخ و والایم رسانید. آن کس که به خاطر خدا به خواری و ذلت افتاد، به خاطر خدا تحقیر شد، به خاطر ایمانش به خدا محکوم شد، اکنون خداوند او را مقدم بر همه میشمارد و او را یاری میده، کمک میکنه تا ثمره ایمان خود را ببیند و از نعمات خداوندی بهره‌مند بشه و به جای لباس مندرس و دریده اکنون لباس ملوکانه لاجوردی بپوشد و احترام و عزت خاصی پیدا کند. و نه فقط او، بلکه همه یهودیان قدرت و رحمت خدا را در زندگیشون ملاحظه میکنند و در نتیجه شادی خداوند در قلب‌های آنانی که افسرده و ماتم بودند جای میگیره، زیرا هر که از رحمت خدا برخوردار است و تسلی خدا را در خود دارد، شادی و آرامی خدا را نیز بدون شک در زندگیش ملاحظه خواهد کرد. می‌فرماید برای یهودیان روشنی و شادی و سرور و حرمت پیش آمد. روشنی از طرف خدا به معنی دیدن امور معنویته، دیدن قدرت و دست خداست، آشکار شدن قدرت و مکاشفه خداست. یعنی یهودیانی که در غربت بودند، یهودیانی که خیال می‌کردند که خدا یکتا آنها را به خاطر دلایل خاصی که خودشون داشتن فراموش کرده است، اکنون با دیدن این وقایع عجیب، با دیدن این اتفاقات عظیم، دانستند که به راستی خداوند همراه آنها بوده. آنها متوجه شدند که خدا در طول این مدت اگرچه از او ذکر نام نکردند، ولی خدا همیشه همراهشان بوده است. در نتیجه وقتی آنان دانستند که خداوند همراهشان بوده است، شروع به شادی و سرود و ستایش کردند. میگوید که مردم غیر یهودی نیز وقتی که دیدن این اتفاقات عجیب به وقوع پیوسته و معجزه‌وار یهودیان از مرگ حتمی نجات پیدا کرده بودند، نه فقط برای آنها هدایا آوردند و در شادی آنها نیز شریک شدند، بلکه میگوید حتی بسیاری از قوم‌های زمین به دین یهود گرویدند، یعنی یهودی شدند، زیرا که ترس یهودیان بر ایشان مستولی گردیده بود. دوستان، وقتی که میگوید عده‌ای زیادی یهودی شدند، نباید گفت که این افراد یهودی میشدند چون از یهودی‌ها میترسیدند. خیر، فراموش نکنید که یهودی‌ها در اقلیت بودند، بلکه وقتی میگوید آنها یهودی میشدند، منظورشون اینه که آنان وقتی دیدند که چگونه خدای یکتا، خدای یهوه، خدای اسحاق و ابراهیم، خدای نادیده‌ای که یهودی‌ها به آن ایمان داشتند سبب کرده یا قدرتشون نشون داده و این یهودی‌ها را از چنین خطر مرگ نجات داده، از آن خدا ترسیدن و دانستن که فقط و فقط چنین خدایی میتونه خدای حقیقی باشه، چنین خدای قادر بود چنین معجزه‌ای بکنه و این خدا بایستی خدای حقیقی باشه و در نتیجه به خدای یکتا ایمان آوردن. مقصود از یهودی شدن همینه که به خدای یکتا ایمان آوردن، زیرا یهودی بودن در حقیقت مربوط به نژاده و نه مذهب. دوست من، اگر شما نیز امروز از صمیم قلب با خدا صحبت کنی و از او تمنا کنی تا تو را هدایت کند، او نیز نور خود را بر شما تابان می‌سازه و شما قادرید راه پرمهر خدا را بیابید و در آن زندگی کنید. کتاب مقدس به ما مژده می‌دهد که خداوند
نور خیش را بر ما تابانده است. مهم این است که من و شما در پی آن نور باشیم، من و شما این نور را ببینیم و در آن ساکن شویم. عیسی مسیح میگوید من نور عالم هستم. من نور عالم هستم. هر کس به من ایمان آورد در تاریکی ساکن نخواهد شد. دوست من، آیا در زندگی شما امروز خلای روحانی هست؟ تاریکی ها هست؟ میتونید امروز آزاد بشی اگر به سوی عیسی مسیح بیایید و زندگیتون رو به او تسلیم کنید و بگذارید که او استاد شما، منجی شما و خداوند و نجات دهنده شما باشد. او نور عالم است. میتواند امروز شما را به منبع نور یعنی خداوند برساند. خدا یکتا یار و یاورتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.